در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم.
خدمت برادران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، همه علاقمندان درس قرآن عظیم الشان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در آیه 114 از سوره بقره قرار داریم. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ظالمترین انسان رو بیان میکنه. ما یک ظالمی داریم و یک ظالمتر. ظالمترین انسان چی کسیه؟ در این آیه میفرمایه و من اظلمو، کیست ظالمتر از او کسی که منع میکنه بندگان الله را از مساجد خدا، ان یذکر فی اسمه، این که یاد کرده شود فیها در آن مساجد اسم پروردگار عالم. و همچنین کیست ظالمتر از کسی که کوشش میکنه و تلاش میکنه در تخریب مساجد. اولئک، این گروهی که مردم را منع میکنن از مساجد و آنانی که مساجد تخریب میکنن، ما کان لهم، نمی باشه برای از اینا ان یدخلوها، اینها که داخل بشن داخل مسجد. یعنی اینها لیاقت مسجد در خود اینا ندارن، الا خائفین، مگر کسی لیاقت مسجد و آمدن مسجد داره که او ترساننده باشه و از الله بترسه. آنهایی که در تخریب مسجد و همچنین به منع کردن از مساجد تلاش میکنن، لهم، برای ایشان، فی الدنیا، در دنیا، خزیون، ذلتی، خاری، رسوایی، و لهم فی الاخرة، و برای ایشان در آخرت عذاب عظیم، عذاب بزرگیه. ارتباط به شأن و نزول این آیه مبارکه در جلسه گذشته مختصرا اشاره شد. حالا ارتباط به تخریب مساجد چگونه هست؟ یک تخریب معنوی و یک تخریب مادی و یا ظاهریه. شاید بعض انسان ها فکر کنن که اگر یک شخص کلنگ برداره و پایه ها و ستون های مسجد رو بکنه و ویران کنه، امیر تخریب مسجد بگن. این هم تخریب مسجده، اما شاخه های دیگر و تخریب معنوی و برنامه دیگری هم هست. اگر کسی مسجد رو تخریب میکنه به نیت این که مسجد رو تخریب بشه و شهید بشه تا این که دوباره جدیدتر، بهترتر، بزرگتر، وسیعتر ساخته بشه، این کار مبارکیه. مسجد بالاخره در زیقی یا بالاخره در تنگی قرار گرفته و بر میدارن، وسیعتر و بزرگتر میسازن. این تخریب مسجد نیه، این آبادی مسجده. اما کسی که مسجد رو تخریب میکنه و مسجد رو ویران میکنه، تخریب معنوی چگونه؟ به طور خلاصه و فشرده چند نکته ارتباط به تخریب اشاره میکنیم. اول از جمله اشخاصی که مسجد رو تخریب میکنن، کسانی هستند که جوانها و نوجوانها از مسجد و آمدن مسجد مایوس میکنن. اگر کسی مانع آمدن جوانها در مسجد بشه، یعنی باعث دلشکستگی جوانها و نوجوانها بشه، در حقیقت این مسجد رو تخریب کرده، در حقیقت این کلنگ برداشته و ستونهای مسجد و سقف مسجد و بالاخره مسجد رو ویران کرده. چون ویرانی مسجد ارتباط به مقتدی داره. مسجدی که مقتدی نداشته باشه، مسجدی که در اون مسجد مقتدی ها نرن و به همین طریق دل او انسان ها از اون مسجد
یعنی بشکنه، یعنی کسی باشه که دلها رو بشکنه و انسانها رو مایوس کنه، در حقیقت او چه کار کرده؟ او مسجد رو تخریب کرده. پس مایوس کردن جوانان و نوجوانان از مساجد این تخریب معنوی مسجده. دوم، بدبوی ساختن مسجد. کسی که مسجد رو بدبوی کنه، کسی که یک شی بدبوی رو وارد مسجد کنه، در حقیقت مسجد رو تخریب کرده. و این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که سیر استفاده میکنه و کسی که از پیاز استفاده میکنه، البته از پیاز خام، از این دو چیز اگر کسی استفاده میکنه، میفرمایند به مساجد حاضر نشه، یعنی در مسجد ما نیایه. به خاطر چی؟ به خاطری که خود سیر و پیاز یک بوی بد داره. فرشته و ملائک این بوی رو دوست نداره. وقتی فرشته و ملائک دوست نداره و یک برادر در کنار و پهلو فیل از او اذیت میشه، به این واسطه این انسان چکار کرده؟ در حقیقت مسجد رو تخریب کرده. به این که پیامبر اسلام میفرمایند روز جمعه غسل کردن سنته، در اعیاد و بالاخره عیدین غسل سنته، در عرفه غسل سنته. یعنی چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که کسی که غسل میکنه عرق و بدبویی و اینها را از وجود خود دور میسازه و میایه وارد مسجد میشه. به این واسطه سنت شده. میبینیم برای مردها، البته نه برای خواهرها، برای مردها سنته که در روز جمعه وقتی طرف مسجد میآیند عطر استفاده کنن، خوشبویی و بالاخره از خوشبویی استفاده کنن وارد مسجد بیاین. مساجد در روایات میاره که شما خوشبویی داشته باشیم. پس یک دیگر از تخریب مسجد اینه که بدبویی ساختن مسجد. حالا بدبویی، چی چیز بدبویی به مسجد آوردن؟ یا یک شی بدبویی انسان تناول کرده و بیایه در مسجد بنشینه که برادر از او چکار کنه؟ متنفر بشه و اذیت بشه. خوبه که این نکته یک اشاره بکنم. ماه مبارک رمضان هم پیش رویه. در ماه مبارک رمضان در وقت افطار، خب یقینا هر انسان گرسنه و بالاخره ذوق و شوق به خوردن داره. بیشتر در ماه مبارک رمضان بعضی از دوستا از غذاهایی که خب تند و تیز و بالاخره دارای سیر و اینها داشته باشه استفاده میکنن، ولی به نماز هم که میآین خیلی از برادرها تنفس اینا، نفس کشیدن اینا و خدا نکنه که عروق بالای آیه که هیچ طاقت نمیشه. در این قسمت این باید خیلی متوجه باشیم، خیلی، که ماه مبارک رمضان هم پیش رویه و نماز تراویح هم 1 ساعت، 1.5 ساعت، 2 ساعت یک نفر به کنار برادر مسلمان خو که قرار میگیره، پس او اذیت و آزار نبینه. سوم کدام مسجد و کدام، به اصطلاح بگم کدام مسجد تخریبه؟ مسجدی که در ازو درس و تعلیم نباشه. مسجد جای درسه، جای تعلیمه. امروز ما و شما در افغانستان و در گوشه گوشه دنیا که مسلمان ها میگن لا اله الا الله محمد رسول الله، از برکت مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم. در مسجد النبوی درس بود، تعلیم بود، تعلم بود. صحابه بالاخره اصحاب صفه شاگردان مسجد النبوی بودن. پس در هر مسجدی که درس و تعلیم نباشه، در حقیقت او مسجد تخریبه، او مسجد تخریب شده. حالا من این خواهش رو دارم از امامان مساجد که در این جمع باشن و یا در صدامر در آینده ها که بشنون، اینه که اگر امام مسجد صلاحیت درس و تعلیم نداره، ولی یکی از مقتدیا حتما در هر مسجدی یک نفر از مقتدیا صلاحیت همین لااقل گفتن فرضا غسل رو داره. اگر امام مسجد به مردم فرضا غسل و فرضا وضو و احکام اسلام و دین نمیگه، یک نفر دیگر وظیفه بده که برادر عزیز تو بیا به این مقتدیا بعد از هر نماز 5 دقیقه، بعد از هر نماز نه، بعد از یک نماز، یا بعد از نماز صبح، یا بعد از نماز ظهر، یا بعد از نماز بالاخره عصر یا مغرب یا عشا،
5 دقیقه برای مقتدیا گفته بشه که برادرای عزیز و بزرگوار، فرضا غسل مثلا چند تایه؟ 3 تایه. شستن دهن، شستن بینی، شستن تمام اعضای بدن، این فرضه. فالله خیر و حافظا. بریم شما مقتدیار به خدا سپردم. همین 2 کلمه. باز فرضا وضو گفته بشه. پس در مسجدی که تعلیم و تربیه نبود، حالا لازم نیه که در مسجد از صبح تا شام درس باشه، بعد از هر نماز یک مسئله شرعی گفته بشه. یک مسئله شرعی هر کدوم ما روزانه یک مسئله شرعی یاد بگیریم. سالی که 360 روز 360 مسئله شرعی یاد میگیریم. احکام دین رو به طول 5 سال 10 سال کلا مسائل دین خور میفهمیم. پس تخریب مسجد، تخریب معنوی در هر مسجدی که تعلیم و تربیه نباشه، تعلیم و تعلم نباشه، در حقیقت او مسجد از جمله مساجد تخریبه که متاسفانه بسیاری از مساجد ما انمی حالت داره که عمر خور بعد از نماز صبح یاسین خواندن، بعد از ظهر لقد صدق الله خوانده شده، بعد از عصر بالاخره سوره نبأ خوانده شده و به همین طریق بعد از مغرب یا بعد از عشاء هم سوره ملک خوانده شده. برادر هم 50 سال 60 سال سن داره، هنوز شاید ندانه که یاسین چی معنا، هنوز هم شاید ندانه و بالاخره که سوره ملک چگونه فضائل داره. تا حتی فضائل سوره، حالا احکام یک طرف، این فضائل سوره ملک هم شاید ندانسته باشه. پس در این آیه مبارکه که دانستیم که کسانی که مسجد در تخریب میکنن، از جمله تخریب کنندگان مسجد بزرگان هر منطقه، ارباب منطقه، مسئول شورای منطقه، موسفید منطقه مسئولیت داره که چکار کنه؟ زمینه درس و تعلیم را در مساجد فراهم کنه و اگر کسی توان داشت و زمینه فراهم نکرد، ای در حقیقت مسجد را چکار کرده؟ تخریب کرده. 4 بحث قرائت و تجوید در مساجد حتمیه. مسئله قرائت خیلی مهمه. قرآن عظیم الشان ورتل القرآن ترتیلا، قرآن شما به ترتیل بخوانیم، به تجوید بخوانیم. هر روز اگر هر امام مسجد برای مقتدیا خو یک حرف مخرج یک حرف در طول یک هفته تکرار کنه، که مثلا حرف عین مخرج یو کجایه؟ ابتدای حلق، انتهای حلق، مخرج ابتدای حلق و انتهای حلق و اوسط حلق، اینا چیه؟ در هر هفته تمام مخارج وقتی که نگاه کنیم 17 مخرجه. اگر در هر هفته یک مخرج برای مقتدی معرفی بشه، چه کار میشه؟ به 17 هفته یک نفر بحث قرائت و تجوید در میدانه. پس این خیلی مهمه. ما در هفته گذشته اشاره کردیم که چی اشخاص مساجد تخریب کردن. شاید ما غافل شده باشیم دیگه که تخریب کننده های مساجد دیگرایان. حالا دیگرا که هستن، یک لحظه متوجه باشین که ما نباشیم. ما اگر مانع درس و تعلیم بریم در مساجد باشیم، ما هم در حقیقت مسجد تخریب کردیم. 5 نظافت مسجد. هر مسجدی که نظافت نداشته باشه، این مسجد در حقیقت تخریب شده. مسجد اگر فرشی و پاک نباشه، مسجد اگر در و پنجره نداشته باشه که بالاخره حیوانات داخل اون مسجد بیاین و بیرون بشن، در حقیقت این مسجد چکار شد؟ تخریب شده. مسئولین هر مسجد اگر مسجد در نظافتی و متوجه نباشن، او چکار کردن؟ مسجد در تخریب کردن، مسجد در خراب کردن. پس خیلی مهمه. زینت مسجد تنها گل و بت و رنگ و روغن نیه، همین که مسجد پاک باشه، مسجد محفوظ باشه، انمو آبادی مسجده. پس مسجدی که نظافت نداشته باشه، مسجدی که خدای نخواسته فرش از او متوجه نشه، مسئولی و بالاخره پنجری و متوجه نباشه، امکانات مساجد متوجه نباشه، در حقیقت ای چه کار کرده؟ این مسجد رو تخریب کرده. برعکس آبادی مسجد اینه که مسجدی که جوان باشه،
جوانها در اون مسجد باشن، نوجوانها باشن، خلاصه مقتدی زیاد داشته باشه. این مسجد آباده، مسجدی که درس و تعلیم باشه اون مسجد آباده. عبادی مسجد اینیه که مسجد رو خوب لوکس تیار کنیم، بعد قلف کلونی به دروازه مسجد بزنیم، هفته 2 دفعه امور جارو کنیم. اینا آبادی مسجد در درس، در تعلیم، در اینه که مقتدی مسجد خلاصه همیشه در مسجد متوجه باشه. این به طور خلاصه و فشرده ارتباط به کسانی که مسجد را تخریب میکنن اینها هم شاملن. ولله المشرق والمغرب. از جمله فضائل و خصوصیاتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داده شد 5 چیزه که برای امتهای گذشته داده نشده بود. یکی از جمله او 5 چیز اینه که تمام زمین خدا برای امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجده. در امتهای گذشته مخصوص و مطلق مگر به کجا؟ به معبد میرفتن عبادت میکردن، به همون سومیه ها و بالاخره به کلیسا و به اینها. همالکم یهودی ها و نصرانی ها و اینها مختص باید به کلیسا و اینها برم عبادت کنن. اما برای مسلمان اگر میگه مسجد میسر نشد، اگر تو مسلمان اجازه به مسجد ندادن، اگر تو مسلمان اجازه نداشتی که بری به مسجد، ولله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب، به تحت مشرق و مغرب شمال و جنوب هم شامله. همه اینها از کینه؟ از خدایه، همه مال خدا و تو هم بنده خدا. در هر قسمتی از زمین که برابر میشه چکار بکن؟ الله سجده کن. فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرفی که یا به هر سویی که رو آرید، فثم وجه الله، او طرف روح خداست یا وجه خدایه. که از این آیه مبارکه بحث اینه که کسی در یک دشتی بیابانی بالاخره واقع میشه، قبله نمیدانه که قبله که 2 طرفه، کسی هم نیه که پرسان کنه، خود از او چکار کنه؟ تحری یا تحرا، فکر کنه. هر طرفی که قلب از او بری از او گفت که همین طرف قبله، به همون طرف نماز بخوانه. ولو که اگر نماز از او تمام شد، کسی برابر شد گفت تو به طرف کعبه نماز نخواندی، پشت به کعبه بودی، باز هم نماز از او قبوله و نماز از او صحت داره. پس چیه؟ فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. خدای تبارک و تعالی فراخ نعمت و چی؟ و نیک دانایه. الله سبحانه و تعالی خوب میدانه که به مسجد عذری بود که نرفتی. الله سبحانه و تعالی خوب میدانه که وقتی که تو در مسجد عذری پیش آمد، آیا به تخت دکان خو، آیا به کوچه، به بازار، خلاصه خوب میدانه که نمازی که به مسجد نخواندی اگر عذری بود الله میدانه، الله مؤاخذه نمیکنه. اگر بدون عذر مسجد رو ترک کردی، اگر بدون عذر به خانه الله نرفتی، چه کاره؟ اینجا الله سبحانه و تعالی تو انسان رو مؤاخذه میکنه. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. گفتن اتخذ الله ولد، گرفت الله فرزندی. یهود و نصارا گفتن که الله برای خود فرزند انتخاب کرده. یهود می گفتن که الله عزیر به عنوان فرزند انتخاب کرده و مسیحی ها می گفتن خداوند حضرت عیسی به عنوان فرزند انتخاب کرده. الله سبحانه و تعالی جواب میده که سبحانه، الله پاک است. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که بی نیازه. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که لم یلد و لم یولد، نه زیده شده و نه زیده. ولم یکن له کفوا احد. برای خداوند هیچ شریک و هیچ مثل و هیچ مثالی نیه. بل له ما فی السماوات والارض. از برای خداست ما فی السماوات والارض، آنچه که در آسمان ها و زمین هست. کل له قانتون. همه از برای خدا فرمان بردارن، همه از الله سبحانه و تعالی اطاعت میکنن. تمام مخلوق از الله سبحانه و تعالی اطاعت میکنه. اگر نگاه کنیم خورشید، اگر نگاه کنیم مهتاب، اگر نگاه کنیم گیاه،
در این فصلیه که اکثر میوه ها به بازار آماده. این میوه ها از درخت خشکی که در فصل زمستان خشک بود، این به فرمان کی میوه میده؟ این به فرمان کی بالاخره سبز میشه؟ همه اینها کل له قانتون، همه از برای خدا فرمان بردارن. بدیع السماوات والارض، خالق زمین و آسمان الله. بدیع ذات میگن که یعنی چیزی جدید به وجود بیاره. یعنی وقتی که خدای تبارک و تعالی آسمان را خلق کرد از روی دیگه چیزی، یعنی خلق بی سابقه. الله سبحانه تعالی ایتا نبوده که این آسمان و زمین را بالاخره از روی یک کتلاک دیگر جای دیده باشه و بالاخره از او ساخته باشه. بدیع ذاتیه که نو آورنده، ذاتیه که بی سابقه. بدیع السماوات والارض، خالق زمین و آسمانه. و اذا قضا امرا، و چون حکم کنه الله سبحانه و تعالی به کاری، فانما جز این نیست که یقولو، وقتی که میگوید له برای او، کن باش، فیکون پس میشه. به مجردی که الله سبحانه و تعالی بگه کن، قصد و اراده الله نابودی زمین و آسمان باشه، به مجردی که بگه کن فیکون، نابود میشه تمام کائنات. به مجردی که الله سبحانه و تعالی پس بخواه نابودی آباد کنه، به مجردی که بگه کن فیکون میشه. اصلا تأخیر نداره امر پروردگار عالم که یک لحظه و یک لمحه هم بالاخره تأخیر بشه. فعال لما یرید، الله فعاله به او چیزی که اراده میکنه. برای ذات اقدس الهی کارها سخت نیه که الله سبحانه و تعالی مخلوق چقدر همین کوهایی که چقدر سخته، هزارها سال میلیونها سال میشه که انسان ها آمدن بغل این کوه ها میکوبن و از این کوه ها سنگر به چی مشکلاتی بالاخره بر میدارن و جدا میکنن. ذات اقدس الهی وقتی که میگه کن فیکون و تکون الجبال کالعهن المنفوش میشه. این کوه هایی که به این سختیه، اینها تبدیل به پنبه حلات شده میشه. پنبه ای که تیت بشه، پنبه ای که در اثنای تیر زدن بر اثر جزئی ترین بادی پنبه میره به هوا و بالاخره این کوها پرواز میکنه به طرف هوا و بالاخره هوا منصورا گرد و غبار میشه. این قدرت الله سبحانه و تعالی. ذات اقدس الهی فانما جز این نیست که یقولو که گوید له از برای او کن فیکون، با مجردی که بگه شو میشه. وقال الذين، و گفتن آنانی که لا یعلمون، هیچ نمیدانن. چی گفتن؟ اعتراض دیگر یهوده. یهود باز اعتراض دیگر از قرآن بیان میکنه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یهود حرف گفتن که قوم حضرت موسی به حضرت موسی گفتن. چی گفتن؟ اعتراض کردن، گفتن که چرا خدا با ما حرف نمیزنه؟ چرا خدا با ما حرف نمیزنه؟ یک و دوم چرا معجزه نمی آیه؟ معجزه که زیاد آمده بود، میگفتن چرا معجزه به میل دل ما نمی آیه؟ ابو جهل و ابو لهب و اینا بیامدن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتن ما زمانی تو باور میکنیم که تو چه کار کنی؟ کوه صفا برای ما طلا کنی، همین کوهی که صفا و مروه ایر برای ما طلا کنی. دوست داشتن که به میل دل از اونا معجزه بیایه. این آیه اشاره میکنه وقال الذین، گفتن آنانی که هیچ نمیدانن، لولا یکلمون الله، چرا سخن نمیگوید با ما الله، او تأتینا آیه، یا چرا نمی آید برای ما یک معجزه. معجزه که زیاد آمده بود، معجزه میگفتن به میل دل ما بیایه. کذالک همچنین قال الذین، گفتن کسانی که من قبل این پیش از اینها بودن، مثل قولهم، مثل قول از اینا. یهودی که به زمان حضرت موسی علیه السلام، بنی اسرائیلی که به زمان حضرت موسی علیه السلام هم بودن، از حضرت موسی همی درخواست کردن که ما لن نؤمن، هرگز ایمان نمیاریم تا خدا رو واضح و آشکارا نبینیم. اینها چیه؟ تشابهت قلوبهم، مشابهت داره قلب از اینا. همین یهود امروزی هم
قلوب از اینا مشابهت با قلوب همو بنی اسرائیلی که حضرت موسی را اذیت میکردن و همو یهودی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اذیت میکردن، قلبا از اینا مشابهت داره. قد بینا، هر آینه بیان کردیم، الآیات، نشانه ها را. الله میگه به تحقیق ما هر پیامبری که فرستادیم برای از او معجزه هم داده بودیم، لقوم یوقنون، برای گروهی که اینها یقین میکنن. حضرت موسی معجزه داشت، حضرت عیسی معجزه داشت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معجزه داشتن، ولی اینها میگفتن معجزه بیایه، معجزه‌ای که به میل دل ما و به خواهش ما باشه. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، هر آینه فرستادیم تو را به حق. ای پیامبر تو به حق فرستاده شدی، ناحق نی. دعوت و تبلیغ تو ناحق نیه. ای که یهود و نصارا تو قبول ندارن، ای که دشمنان قبول ندارن، این مشکل در خود از اونایه. همانا فرستادیم تو را به حق بشیرا و نذیرا، مجد دهنده‌ای و بیم دهنده‌ای. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، و پرسیده نمیشوی، از تو سوال کرده نمیشه ای پیامبر، عن اصحاب الجحیم، از یاران جهنم. یعنی این یهودی که حق در قبول نمیکنه و انسانی که حق در قبول نمیکنه، ای پیامبر این دیگه تو مسئولیت نداری. همین طریق آیه کو در صدر اسلام وقتی که نازل شده، حکم از عامه تا به قام قیامت. علما دعوت و تبلیغ خور میکنن، هر انسانی که بپذیره خیلی خوب، و هر انسانی که نپذیره عالم مسئولیت نداره. عالم زمانی مسئولیت داره که پیام الله رو به بندگان الله نرسانه. وقتی پیام الله رسان مسئولیت نداره. به صحرای محشر خدای تبارک و تعالی او انسان را حاضر میکنه، میگه چرا دینم و کتابم و بالاخره پیامم را نپذیرفتی؟ او میگه به من نرسید. الله سبحانه و تعالی تک تک علمایی که حق را گفتن و به گوش از او انسان رسیده، همه اینها را حاضر میکنه، میگه اینها برای تو نگفته بودن؟ اینها پیام الله را نرسانده بودن؟ اینها خلاصه پیام حق را نگفته بودن؟ بله گفته بودن. پس ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. از این آیه این موضوع برای ما معلومه که کسی نگه که من اگر دعوت و تبلیغ کنم شاید هیچ فایده نداشته باشه. ما مسئولیتی نداریم که فایده داره یا نداره، مسئولیت از این داریم که پیام حق را برسانیم. شاید یک برادری بگه من در جای نشسته ام، انسانها قمار میزنن، شراب میخورن، اگر اینها رو دعوت و تبلیغ بدم شاید اینا قبول نکنن. تو برادر ادای مسئولیت کن. خواهر مسلمان وقتی میره به یکی از تالارها میبینه زنهای زیادی بی حجابن، ولی تو خواهر مسلمانی که با حجابی، پیام الهی برسان بری از او خواهرها. جایگاه حجاب، ارزش حجاب از دیدگاه قرآن و حدیث بگو بری از او خواهرها، آنها ماین بپذیرن ماین نپذیرن. اگر تو سکوت کردی و منکر دیدی، یا به زبان یا به دست، خلاصه متوجه نساختی، مسئولیت داری. وقتی اشاره کردی و کسی نپذیرفت، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، برای پیامبر گفته شده، پرسیده نمیشی، سوال کرده نمیشی. به روز قیامت خدا ایخان پیامبر خور نمیگیره که تو چرا ابو جهل و ابو لهب هدایت نکردی. نه، ای الله پیامت رو رساندم، قولت رو گفتم، ولی نپذیرفتن، قبول نکردن. بلال حبشی قبول کرد، سلمان فارس قبول کرد، صهیب روم قبول کرد، ابو بکر و عمر و عثمان و علی قبول کردن. ای که ابو جهل و ابو لهب و امیه و شیبه و عتبه و اینها قبول نکردن، خود از اونا مسئولیت خوردارن. ولن ترضا، الله سبحانه تعالی پیامبر خور اشاره میکنه، لن تاکیدیه. ولن ترضا، هرگیز راضی نمیشون، خشنود نمیگردن، عنک از تو. ای پیامبر از تو راضی نمیشن. کی راضی نمیشه؟ الیهود ولن نصارا، یهود و نصارا از تو راضی نمیشن. ای پیامبر از تو اینها دلخوش نمیشن. خیلی مهمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین، دارای خلق عظیم، سردار دو جهان، الله سبحانه تعالی میگه که هرگیز از تو خشنود نمیشن یهود و نصارا
تا چه کار کنی؟ چی وقت خوشنود میشن؟ چی وقت راضی میشن؟ حتی تتبع ملتهم، تا این که پیروی کنی دین از اونار. وقتی دین اینار پیروی کردی از تو راضی میشن. حالا پیامبر صلی الله علیه وسلم که هرگز دین یهود و نصارا رو قبول نمیکردن، این نزولی و خاصه ولی حکمی و عامه. برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفته شده ولی امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باید متوجه باشن. خیلی نکته مهمیه. هرگز از تو خوشنود نمیشون یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم. پس از تو ای امت محمد رسول الله یهود و نصارا راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم، تا این که ملت از اونا رو قبول کنی. یعنی چی؟ یعنی قانون اینا رو قبول کنی. قانونی که یهود و نصارا به تو وضع میکنه قبول کردی، طور یهود و نصارا دوست دارن. بعد از اون میشی دوست یهود و نصارا، بعد از اون میشی محبوب اوباما و بوش، بعد از اون میشی مورد تایید امریکا و انگلیس، چون قانون رو پذیرفتی. قانون رو که پذیرفتی اینا از تو راضی میشن. خب اینا که از تو راضی شدن دیگه باز ایر از فکر خوب بیرون کن، دیگه خدا نداری، خدا دیگه راضی نمیشه. چری؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. هر کس که قانون یهودیت و مسیحیت رو بپذیره و به او عشق داشته باشه و محبت داشته باشه، از جمله امونایه. وقتی از جمله یهود و نصارا شد، الله سبحانه تعالی یهود را مغضوب علیهم گفته، نصارا را هم ضالین گفته. پس در این قسمت خیلی مهمه که هرگز از تو راضی نمیشن، هرگز. ولی وقتی راضی میشن از تو مسلمان که قانون یهودیت و مسیحیت رو بپذیری، حتی تتبع ملتهم. قل بگو ای پیامبر، ان هدی الله هو الهدی. همانا هدایت فقط هدایت خداست، همانا راه خداست. خیلی نکته مهمه، هو حسره، راه خدا یک راهه. بین جامعه بعضی مشهور شده که از هر راهی که میخوایی به خدا برس، از هر راهی که میخوایی. این فلکیه که از هر چره‌ای انسان دور بخوره بیای تیر شه بره. الله میگه و ان هذا صراطی مستقیما، راه من میگه راه راست، راه راست. هیچ راه خدا راه کجی نداره. راه خدا راه دغلبازی نیه، راه فریبکاری نیه، راه چم نیه، راه بالاخره اینها نیه، راه راست مستقیم. خیلی مهمه. هر روز چندین مرتبه ما و شما چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما رو به این راه راست ببر، ما رو هدایت کن به این راه راست. الله هم به اینجا میگه که قل بگو ای پیامبر، بگو راه یهودیت، راه مسیحیت، این راهی که اینا تحریف کردن، این راه باطل شده، این راه خدا نیه. قل ان هدی الله، هر آیین رهنمایی خدا، هو الهدی، این راهه. ولئن اتبعت اهواءهم، اگر بالفرض پیامبر کو پیروی نمی کردن، تعلیم بر ایمانه ای امت. ولئن اتبعت، اگر بالفرض ای پیامبر متابعت کنی اهواءهم، آرزوهای از اینا، بعد الذی، بعد از ای که جاءک آمد تو را من العلم، حالا دیگه علم پیدا شد و تو علم آمد که یهود و نصارا دوست نمیشه، قانون و یهود و نصارا قانون شیطانیه به ضرر انسان و انسانیت. حال دانستی که اینها برای تو هیچ وقت دوست نمیشن تا از اونا پیروی نکنی، حالا که علم به تو آمد اگر پیروی کردی چی واقعی داره؟ مالک من الله، نیست برای تو از عذاب خداوند هیچ حمایت کننده، من ولی ولا نصیر، هیچ دوستی و هیچ مددگاری نداری. هیچ کس از تو پشتیبانی نمیکنه. یعنی چی هیچ کس؟ یعنی به صحرای محشر هیچ دوستی نداری، به صحرای محشر هیچ راهی نجاتی نداری. اگر قانون یهودیت رو پذیرفتی، اگر قانون یهود و نصارا رو پذیرفتی، دیگه این را بدان که مالک من الله من ولی ولا نصیر. اینجا یک نکته در این آیه نهفته
چقدر آدم وقتی با قرآن آشنا بشه، وقتی با قرآن مأنوس بشه، انس بگیره، چی نکاتی داره. میگه ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی کنی خواهشات و آرزوها از اینا. نمیگه اگر دین از اینا. یهود و نصارا دین نداره. اگر یهودیت به دین خود عمل میکرد، یعنی به تورات عمل میکرد، اگر مسیحیت به انجیل عمل میکرد، مگر جناب محمد رسول الله قبول میکرد؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در تورات و در انجیل وصف اینا آمده و تایید شدن. اینجا الله میگه اگر پیروی کنی خواهشات از اینا. یهودیت و مسیحیت فقط خواهشات دارن، هر جا به نفع نابود میپذیرن، هر جا به ضرر نابود او رها میکنن، دین ندارن. تعبیر قرآنه ولئن اتبعت اهواءهم، اگر پیروی کنی آرزوها و خواهشات از اینا. فقط برنامه یهودیت و مسیحیت آرزوی خواهشات، دین نیه. اما دین چیزیه که اگر به نفع انسانم بود انسان باید بپذیره، به ضرر انسانم اگر حرف واقعی میشه باید بپذیره. یعنی الحمدلله ما و شما دین داریم. چند روز بعد ماه مبارک رمضان میایه دیگه، اینجا دیگه مسلمان شونه خیلی نمیکنه، بهانه نمیکنه که والله هوا گرمه من روزه گرفته نمیتونم. نه، اگر حماله، اگر کارگره، باز میبینیم رنگ ها پریده، انتظار آب و انتظار افطار رو میکشه. این دینه، این دین. اما به مجردی که برای یهودیت و مسیحیت یک کار سختی پیش بیایه، فوراً اشترینگ میچرخانه. این برنامه چیه؟ خواهشات، برنامه هوایه. الذین، آنانی که آتیناهم الکتاب، دادیم ایشان را کتاب، یتلونه که میخوانن همو کتاب را، حق تلاوته، به حق تلاوت از او، اولئک آنان یا این گروه، یؤمنون ایمان می آورن بهی به آن کتاب، و من یکفر بهی، هر کی منکر گردد به آن کتاب، فاولئک هم الخاسرون، این گروهی که منکر شوند و کافر شوند و منکر کتاب شوند، هم الخاسرون، اینها زیانکارانند. منظور از اینجا که کتاب گفته شده، بعضی از مفسرین گفتن که مراد از این الذین آتیناهم الکتاب توراته. اهل کتاب منصف، آنهایی که منصف، آنهایی که بالاخره دارای عقل و فکر و درایت بودن، وقتی که تورات را تلاوت کردن، مثل کی؟ مثل حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه که یهودی بود، تورات را تلاوت کرد، دید که وصف رسول الله در تورات، آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کرد. این چه کاره؟ کسانی که تلاوت، آنانی که دادیم ایشان را کتاب را به حق از او تلاوت کردن، یعنی به او عمل کردن. اما بعضی دیگه از مفسرین میگن که مراد از این کتاب قرآنه، و یا اینکه صحابه هم که قرآن را تلاوت میکردن. چگونه؟ صحابه قرآن تلاوت واقعی و حقیقی میکردن. انسان باید قرآن تلاوت واقعی و حقیقی داشته باشه. چگونه تلاوت واقعی و حقیقی؟ ارتباط به تلاوت واقعی و حقیقی حضرت ابن عباس و ابن مسعود چنین میفرمایند: والذی نفسی بیده ان حق تلاوته ان يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيء على غير تأويله. این حق تلاوته. کسی قرآن را که تلاوت میکنه باید حق تلاوت را ادا کنه. حق تلاوت اینه که حلال قرآن را حلال بدانه، حرام را حرام بدانه، و قرآن را چنان بخوانه کما انزله الله، مثل که خداوند نازل کرده. قرآن را تحریف نکنه، یک کلمه را از جای و به جا دیگه انتقال نده. قرآن عظیم الشأن را خلاصه واضح و شفاف بیان کنه. ولا يحرف الكلمه عن مواضعه، قرآن را تحریف نکنه. ولا يتأول منه شيء على غیر تأویله، قرآن را تعویل نکنه. قرآن را بالاخره به خاطر چوکی و قدرت خود تفسیر نکنه. قرآن را به خاطر حق قرآن تلاوت کنه و بالاخره تفسیر کنه.
این حق چیه؟ حق قرآنه که آیه میگه کسانی که دادیم ایشان را کتاب تلاوت میکردن حق تلاوت ازید اولایی که یؤمنون به این گروه ایمان میآورن به می کتاب. اما و من یکفر کسی که منکر بشه به کتاب فاولئک هم الخاسرون پس او انسان ها از جمله زیانکارانن. زیان کسی کرده که تورات را مطالعه کرده و وصف رسول الله دیده و قبول نکرده. زیان کسی میکنه که قرآن را تلاوت کنه و بعد به قرآن عمل نکنه. یا بنی اسرائیل اذکروا، باز الله تعالی بنی اسرائیل را خطاب میکنه. هنوز جریان چیه؟ بنی اسرائیل. عادت یک سخنران چگونه؟ عادت ای از جمله فن بلاغت قرآن عظیم الشأن که بعضی مسائل بالاخره پی در پی بیان میکنه و اینها. عادت یک سخنران وقتی که سخنرانی میکنه بعد از اینکه خب حرف زد و بالاخره موعظه یک چند لحظه پیش برد باز چی میگه؟ میگه برادران و خواهران. این عادت سخنرانه. برادران و خواهران متوجه میسازه. الله سبحانه و تعالی باز متوجه میسازه که یا بنی اسرائیل، ای پیغمبرزاده ها، ای پیغمبرزاده ها، شما اذکروا نعمتی. این مرحله سوم دیگه. در جزء اول 3 مرتبه. اول یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اوفو، یا بنی اسرائیل اذکروا، باز یا بنی اسرائیل اذکروا. این مرحله سومه. الله سبحانه و تعالی در این آیه باز بنی اسرائیل مخاطب میکنه. از ابتدای سوره بقره تا به این آیه، تا به یا بنی اسرائیلی که مرحله سومه، تا به اینجا بیشتر بحث ها از بنی اسرائیل بود. اعتراضاتی که یهود میکردن، بحث هایی که یهود داشتن و بالاخره بیشتر بحث از کی بود؟ از بنی اسرائیل بود. و یا این که بگوییم که سوره بقره دارای 2 بوده، یکی توحید و دوم بحث رسالت، نبوت. تا به اینجا بحث و جریان توحید بود، ارتباط به توحید، یا ایها الناس اعبدوا اشاره شد، و همچنین ارتباط به منکرین توحید. منکرین توحید کسانی که منکر توحید بودن، کسانی که به خدای تبارک و تعالی شریک ورزیدن. از این آیه به بعد بحث رسالت بیان میشه، بحث نبوت بیان میشه که 2 بحث عمده سوره بقره. یا بنی اسرائیل اذکروا، ای فرزندان اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، ای پیغمبرزاده ها، اذکروا یاد آورید نعمت مرا، التی چنان نعمتی که انعمت علیکم انعام کردم بر شما، و انی فضلتکم و حالان که من فضیلت دادم شما را، علی العالمین بر عالمین یا بر عالمیان چی؟ عالمین زمان شما. شما در زمان خود از همه بیشتر فضیلت داشتید اما قدر و جاه و منزلت خود ندانستید. خداوند این نعمت پیامبری از بنی اسرائیل گرفت و به بنی اسماعیل داد. واتقوا، بترسید، یوما از روزی که لا تجزی کفایت نمی کند نفس عن نفس، هیچ کس از هیچ کس، شیئا چیزی را، ولا یقبل و قبول نمیشه منها از وی عدل بدلی، ولا تنفعها و نفع نمیدهد او را شفاعتون هیچ شفاعت کننده، ولا هم ینصرون و نیم بری از او هیچ یاری دهنده. به صحرای محشر روزیه که پذیرفته نمیشه که یکی عوض یکی دیگه، یا بالاخره یکی بیای شفاعت کسر بکنه. برای کفار در ابتدای توضیح داده شد ولا هم ینصرون و نیم هیچ یاری دهنده. هیچ کس نمیتونه شفیع کافر بشه. شفیع کافر هیچ کس شده نمیتونه، هیچ کس. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم که شفاعت میکنن که شفاعت کبرایه، که خدای تبارک و تعالی همه ما و شمار از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردانه. به صحرای محشر اونا که شفاعت میکنن، مذنبین را شفاعت میکنن، گناهکارا را شفاعت میکنن، امت را شفاعت میکنن. کسانی که کافر از دنیا نرن رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا را شفاعت میکنن. شهید که شفاعت میکنه، انسانهای مؤمن و اینها را شفاعت میکنن. کافر هیچ شفاعت نمیشه.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه. بعد از این بحث از حضرت ابراهیم علیه السلام می آید. این بحث چگونه؟ از حضرت ابراهیم در اینجا بحث میشه. حضرت ابراهیمی که ابوالانبیاء، حضرت ابراهیم علیه السلام شخصیتیه که بیش از 40,000 پیامبر از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم خلیل خدایه، حضرت ابراهیم محبوب پروردگار عالمه. بس از حضرت ابراهیم می آید. چرا؟ به اینه که حضرت ابراهیم همه قبول دارن. یهودیام حضرت ابراهیم را دوست دارن، مسیحیام حضرت ابراهیم را دوست دارن. هر انسانی که در روی زمین خدا را بشناسه حضرت ابراهیم دوست دارن. هر انسانی، هر گروهی که دین آسمانی داشته باشه و خدا را بشناسه، و امروزه هم در روی زمین 7 میلیارد انسان زندگی میکنه، اکثریت انسان ها حضرت ابراهیم را دوست دارن. اینجا الله سبحانه و تعالی این اشاره میکنه. در آیات اشارتا از این فهمیده میشه که ای یهود، ای نصارا، شما چرا محمد را قبول نداریم صلی الله علیه وسلم؟ چرا قبول نداریم؟ حضرت ابراهیم قبول داریم؟ میگفتن بله قبول داریم. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ثمره دعای حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم دعا کرد که ای الله از ذریه من پیامبری بفرست که تا به قام قیامت بحث توحید و موحدین باشه. پس شما به این ادعا خو شما صادق نیست. شما میگیم ابراهیم دوست داریم، اما دعای حضرت ابراهیم، ثمره دعای حضرت ابراهیم شما قبول نداریم. خب حضرت ابراهیم را قبول داریم. باز میگن ها، یهود و نصارا میگن بله ابراهیم را قبول داریم، ابراهیم پیامبر خدا. خب ابراهیم را که قبول داریم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اولاد حضرت ابراهیم، رسول معظم اسلام از اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل هم فرزند حضرت ابراهیمه. خب چرا اولاد از این قبول نداریم؟ بحث دیگه که پیش رو می آیه بهانه‌گیری های یهود ارتباط به تحویل قبله. در اول جز سیقول السفها می خوانیم ارتباط به تحویل قبله. خب شما ارتباط به تحویل قبله بهانه‌گیری میکنیم و کعبه قبول نداریم، چگونه حضرت ابراهیم قبول داریم که حضرت ابراهیم بنیانگذار یا بالاخره معمار کعبه؟ بنای کعبه به دست حضرت ابراهیم علیه السلام شده. در اینجا الله سبحانه و تعالی این اشاره میکنه. خلاصه این که نکته دیگری که در این آیات اشارتا بیان میشه اینه که ای محمد، ای محمد، ابراهیم ابوالانبیاء هم در مقابل مشرکین خیلی دست پنجه نرم کرد، خیلی دست مشرکین آزار و اذیت دید، تا حتی مشرکین او رو با آتش انداختن. خدای تبارک و تعالی حضرت ابراهیم را پیروز کرد. ای محمد، تو هم سینه بازی داشته باش، صبر و استقامت داشته باش، مثل که در مقابل مشرکین ابراهیم پیروز شد، تو هم در مقابل این مشرکین پیروز میشی. این اشارتاً چون بحث از حضرت ابراهیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات و اذ ابتلا، اذکر در اینجا محذوفه، یاد آور و یاد کن که چکار ابتلا آزمایش کرد ابراهیم را ربه پروردگارش به کلمات. خدای تبارک و تعالی حضرت ابراهیم خیلی ابتلا و آزمایش کرد. فاتمهن، پس چکار کرد؟ فاتمهن، به اتمام رسانید این آزمایشات را، به اتمام رسانید، موفق شد، کامیاب شد. قال، وقتی که کامیاب شد حضرت ابراهیم از ابتلا و آزمایش، خداوند گفت اینی هراین من جاعلو، که گردانیدم تو را للناس، برای همه مردم، اماما، تو را امام، تو را مقتدا، تو را رهبر قرار دادم. یعنی تمام پیامبران از تو متابعت میکنن. امتحاناتی که حضرت ابراهیم علیه السلام شد چی بود؟
حضرت ابراهیم علیه السلام که ابتلا و آزمایش و کامیاب هم بیرون شد در آیات بیان میشه. اول جریانی که مسئله امامت یعنی رسالت و نبوت مسئله سنگینیه، بالاخره مسئولیت داره. حضرت ابراهیم علیه السلام وظیفه و مسئولیتی که به عهده حضرت ابراهیم گذاشته شد درست و صحیح پیش برد. دوم بحث تطهیر بیت الله، کعبه معظمه بالاخره بساز و او پاک بساز از لوث شرک و اینها که بعدا توضیح داده میشه. بنای کعبه، تطهیر بیت الله، ذبح فرزند، برو فرزند خور قربانی کن، گذاشتن زن و فرزند اسماعیل و بیبی هاجره در وادی لم یزرع بگذار و پشت سر نگاه نکن، همه اینها ابتلا و آزمایش خداوندیه. حضرت ابراهیم در مقابل ابتلا و آزمایش خداوند چه کار؟ موفق، سربلند، سرفراز بیرون شدن، خوب امتحان دادن. یا این که خصائل دهگانه‌ای که در احادیث آمده که امروزه هم اینها سنت حضرت ابراهیم برای ما و شمانه، مسئله مزمزه، شستن دهن، استنشاق، شستن بینی، فرق رأس، وقتی موها بعضی دوستا که بلند میکنن و پشت سر زلفا زده میشه طریق مسنونه، به شرط به طریق سنت باشه، نه به طریق مد. به طریق سنت کسی موها خور بلند میکنه پشت گوشا میزنه، این مسنونه سنت حضرت ابراهیم علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه و یک مدت داشتن. بعد سنت حضرت ابراهیم فرق باز کردن. فرق چی؟ فرق باز کردن به طریق سنت ثوابه، به طریق چی؟ مد بدعت. بدعت حرامه، اینا مونیه به تاثر چیه؟ اگر به طریق بدعت و به طریق بالاخره اینها باشه او باز خلاف شرعه. ببینیم نیت چقدر تفاوت. جوانایی که دوست دارن موها خور بلند کنن، یک مرتبه نیت خود ابراهیم خلیل الله چنین موها زلفا پیگوشا اینا زده بود، فرق باز میکردن. سنت حضرت ابراهیم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر مقبول میگه وقتی که زلفا پشت گوشها زده باشه، بالاخره امامم به سر گذاشته باشه، خیلی زیبایه. اما از گذاشتن مو سنته، تراشیدن سرم سنته، ولی تراشیدن و ماشین کردن سر افضلتر و بهترتره. میبینیم محلقین رؤوسکم و مقصرین در قرآن اول آمده کسانی که حلق یعنی سر رو میتراشن، تراشیدن سر افضلتر بهترتره. کسی مورم نگاه میداره بالاخره به طریق سنت مشکل نداره، به شرطی که طریق سنت باشه. کوتاه کردن سبیل سنت حضرت ابراهیم، سنت چیه؟ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی انسان ها رو میبینیم چنان سبیل های بلند که لبر پوشیده، او از لحاظ طبابت خیلی ضرر داره، خیلی ضرر داره. کسی که آب می نوشه و غذا میخوره و امی سبیل ازی بیایه به داخل غذا، سر تا پا او غذا مکروه، سر تا پا مکروبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میگن سبیل کوتاه کنیم و لحیه بگذاریم که هزارها حکمت در اینها. مسواک از جمله سنت های حضرت ابراهیمه، رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها رو تایید کردن. مسئله ختنه حضرت ابراهیم علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز در دنیای غرب غیر مسلمان ها هم فرزندا خور ختنه میکنن که چون فهمیدن حکمت از او، فایده ها از او، هزارها مرض ختنه چه کار میکنه؟ دفع میکنه، دور میسازه. اینها همه حکمت داره. و همچنین دور کردن موهای زائده بدن، کوتاه کردن ناخون و غیره در ای آیه که آمد که ابراهیم به چی؟ به کلمات، احکامات متعدد حضرت ابراهیم موفق شد، کامیاب شد. خدای تبارک و تعالی هم برای حضرت ابراهیم چی داد؟ مقام امامت داد. مقام چی داد؟ مقام امامت. ارتباط به مقام امامت کمی توضیح میده. صلوات ختم بفرمایید. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام از این ابتلا و آزمایش موفق بیرون شدن، خدای تبارک و تعالی بر اینا چی؟ مقام امامت داد. مقام امامت که میفرماید انی جاعلک للناس اماما، میگردانم تو را برای مردم اماما. یعنی چی؟ یعنی مقتدا، رهبر، پیشوا.
یعنی تمام پیامبران از تو متابعت میکنن. حالا رسانه های عجیب و غریبی در دنیا شده. رسانه دیگه هر کس دلی و هر چی که میخواه میگه دیگه. محصلین و طلاب سوال کردن که از یکی از رسانه ها صحبت میکرده و بالاخره یایی که در یک کتابی دیده بودن، حال کتاب هم زیاد شده، پخش بین جوان ها، محصلین، بالاخره طلاب مطالعه میکنن. دوستایی که خلاصه خط خونده یاد داشته باشن حال کتاب های مطالعه میکنن، سوال کردن که در یکی از رسانه ها یک عالم صحبت میکرد که مقام امامت از مقام نبوت بالاتره. اولا ایر باید متوجه باشیم که او عالم کی بود. او عالم از اهل سنت و جماعت نبوده. او عالم از علمای مذهب اهل تشیع بوده. از لحاظ عقیدتی اهل تشیع به این عقیده یعنی هدف اینه که جوانهای ما متوجه باشن. هدف اینه که از صدر اسلام تا به امروز و انشاءالله تا به قام قیامت، تا به امروز یک اهل سنت پیدا نشده که بگه امامت بالاتر از مقام نبوته. تا پیدا نشده. اما هر مذهب استدلالی داره، هر مذهب برداشتی داره. عقیده اهل تشیع اینه که امامت مقامی بالاتر از چی؟ از نبوته. دلیل از اونا چیه؟ دلیل اینا همین آیه مبارکه که حضرت ابراهیم پیامبر بود. بعداً خدای تبارک و تعالی برای از او گفت که انی جاعلک للناس اماما و ما به تو مقام امامت میدم. پیامبر بود، خدا او امامم کرد. مقام امامت از مقام چی؟ مقام نبوت میگن بالاتره. ولی عقیده اهل سنت و جماعت گفتیم که چنین نیست. حالا کمی توضیح میدیم. اولا اصول دین سه چیزه. خوب متوجه باشیم. در بعضی کتاب ها یا بالاخره 5 کتاب یا 4 کتاب یا 3 کتاب های قدیمی که بعضی اصول دین 8 است و بالاخره چکار و چکارک، این باید خیلی متوجه باشیم. اصول دین سه چیزه. اصول دین 8 تا نیه، 5 تا نیه. اصول دین سه چیزه: توحید، نبوت و معاد. توحید یکتاپرستی، نبوت رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، معاد یعنی قیامت. این سه چیز اصول دینه. اصول دین چند چیزه؟ سه چیز. 4 و 5 و 8 نیه. اصول دین سه چیزه. حالا کسانی که مقام امامت بالاتر از نبوت دارن، او ارتباط به خود نداره، ارتباط به برداشت نداره، ارتباط به دلیل نداره. ما باید متوجه باشیم که مقام نبوت مقامیه که الله سبحانه و تعالی او مقام فقط به انبیاء خدا ده، دیگه مقام بالاتری از مقام نبوت نیه. یعنی مثلا اگر بگم مقام بالاتر از نبوت مقام خداییه، چون بعد از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، وقتی که میگیم بعد از خدا بزرگ، توی قصه مختصر، بعد از خدا بزرگ انبیاء علیهم السلام که مخلوقن، صفت خدایی ندارن، مقام بالاتری از نبوت برای انبیاء علیهم السلام داده نشده.